سلام خوشگلای من، با من همراه باشید برای دوخت این پیراهن خوشگل و جذاب. کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم فعال کنید. بریم سراغ آموزش. برای این مدل قبل از هر کاری باید مدل سازیش رو انجام بدیم. منتها من با یه الگوی کوچیک این کار رو انجام میدم که راحت‌تر تو فیلم دیده بشه. اولین کاری که می‌کنیم میایم از قسمت، ببینید این الگوی جلو هست و این الگوی پشت است. از قسمت یقه من گشادی‌ها رو میدم از وسط جلو 1 سانت و از سمت سرشونه نیم سانت و الگو رو گشاد میکنم یقه رو، و از قسمت پشتم از هر طرف نیم سانت گشاد میکنم و هم وصلش میکنم. بعد اینکه گشاد کردم، حالا از اینجا تا اینجا رو من اندازه میزنم، هر چقدر که بود من 2/3 رو از این قسمت، ببخشید 1/3 از این قسمت داخل میشم، مثلا حدودا اینجا، و از این قسمت هم من 1/3 رو داخل میشم و علامت میزنم. ببینید این خط کارور من هست، این خط سینه است. من این رو به صورت هلال به خط سینه یا نیم سانت بالاتر از خط سینه وصلش میکنم. به این صورت یه هلال خوشگل میکشم و به این قسمت وصل میکنم. در قسمت پشتم همینطور، این خط سینه است، من از این 1/3 به خط سینه با هلال وصل میکنم. به این شکل در میاد. حالا این قسمت یقه که قسمت دورریزه و من الگو رو از این قسمت، ببینید از این قسمت جدا میکنم و قسمت پشتم همینطور، و الگو به 2 تا تیکه تقسیم میشه، یه تیکه بالا و تیکه پایین. این قسمت جلو هست و اینجا هم شماره 1 و 2 پشت. حالا قبل جدا کردن یا بعد جدا کردن الگو، من میتونم این قسمت رو، ببینید این هلال هایی رو که رسم کردم با متر ایستاده من اندازه میزنم. ببینید این قسمت و این قسمت رو، دوتاش با هم مجموعش هر چقدر باشه، چون این قسمت نصف الگوه، من این قسمت رو 2 برابر میکنم. مثلا اگر برای من مجموع این قسمت و این قسمت بشه 40، من یه نوار 80 سانتی میخوام. منتها این نوار چون چین میخوره، بستگی به مقدار پارچم یا دلخواه خودم، این 80 سانت رو من ضرب در 2 یا 3 میکنم، یعنی 3 برابر یا 2 برابر. هر چقدر که طول نوار بیشتر باشه، مقدار چینی که میخوره بیشتره. پس متوجه شدید که این قسمت و این قسمت رو من اندازه میزنم، هر اندازه که بود، چون این نصف الگوه، برای اینکه برای الگوی کامل به دست بیاد ضرب در 2 میکنم. مثلا اینجا برای من 40 شد، من ضرب در 2 میکنم میشه 80. حالا نوارم باید طولش 160 یا 240 باشه. عرض نوار هم من 6 میخوام در نظر بگیرم. منتها با جای دوخت 1 سانت جای دوخت بالا، 1 سانت جای دوخت پایین، یه نوار به عرض 8 سانت من میخوام از پارچه برش بزنم. حالا این قسمت ها رو ما اصلا جدا میکنیم. من اینجا یه قسمت چین دارم، الگوها رو که اصلا جدا کردم، یه قسمت چین دارم. گفتم که عرض چین قراره 6 سانت بشه و یه بلیتی دارم که تو قسمت جلو به یقه لباس میخوره. این بلیتی هم از همین 6 سانت شروع میشه. پس من 6 سانت از خط سینه میام پایین و محل بلیتی رو اینجا علامت میزنم. حالا موقع برش رو پارچه این لازم میشه. اینم که قسمت آستینه. من از آستین طبق آموزش‌های قبلی همونطور که گفتم، وقتی میخوام کش بدوزم 2 سانت از این لبه آستین، من قد آستین رو زیاد میکنم که در صورتی که کش دوخته شد آستین به بالا نپره، خیلی کوتاه نشه. به این صورت. خب این آستین رو میذارم کنار. حالا من تو قسمت جلو و پشت این قسمت ها رو میذارم کنار و این قسمت ها من باید عوضمان بدم، چون حالت چین و فونی داره خود لباس. خب میام یه تقسیم بندی روی این قسمت انجام میدم. این بسته به این داره که بخواید که چقدر لباس چین داشته باشه و یا اینکه مقدار پارچه‌تون چقدر باشه. ببینید بسته به دلخواه خودتون. حالا مثلا 1 سانت به 1 سانت، 2 سانت به 2 سانت، اینجا من خطوطی میکشم به این صورت، خطوط موازی. ببینید به این صورت. حالا مثلا بخوایم 1.5 هر کدوم از این خطوط رو در نظر بگیریم، در این قسمت من این خطوط رو میکشم و شماره گذاری میکنم. شماره 1 2 3 4، اینم تیکه آخر الگو 5. این برای قسمت پشت. برای قسمت جلو هم همین کار رو من انجام میدم. خب حالا من میام این خطوط عمودی رو که کشیدم قیچی میکنم. فقط حواستون باشه الگوی پشت و جلو رو جدا جدا انجام بدید که این دو تا تیکه ها به هم نخوره. ببینید من به این صورت جدا میکنم تیکه ها رو، به این صورت. و حالا میام روی یه تیکه کاغذ شروع میکنم به چسبوندن و عوضمان دادن، فضا دادن. ببینید من شروع میکنم اول تیکه بزرگ الگو رو میچسبونم و این خطوط عمودی که اینجا وجود داره رو من به این کاغذ
منتقل میکنم و ادامه میدم به این صورت. اینا خط راهنمای من است. خب حالا من میام بعد از این تیکه من حدوداً به دلخواه خودم هر چقدر که دوست داشته باشم میتونم فضا بدم. مثلا میتونم 2 سانت از بالا و پایین فضا بدم و این خط 2 سانت رو من باید بکشم به این صورت. حالا این شماره 5، من شماره 4 رو میام اینجا میذارم طوری که این خطوط راهنما روی هم بیفته به این صورت. ببینید من اینو چسب دادم، اون تا تیکه‌های من انقدر که کوچیکه به این صورت من این خطوط راهنما رو روی هم میذارم و فضا میدم بین دو تا الگو. این فضا همونطور که گفتم بستگی به مقدار پارچه و اینکه چقدر دوست داشته باشید که لباس چین بخوره داره. به نظر من 2.5 نرمال ترینشه. دوباره یه فضا بعد این قسمت، یه فضای دوباره مثلا حدودا 2 سانتی من میدم و این خط رو میکشم و تیکه شماره 3 رو همونجور که شماره گذاشتم روش میام میچسبونم اینجا طوری که این خطوط راهنما روی هم بیفته. من این قسمت رو چسب بزنم. ببینید به این صورت من میذارم و خطوط راهنما روی هم میفته. دوباره همینجوری 2 سانت تا اینکه تیکه آخر رو هم بچسبونم. ببینید من تا تیکه آخر این الگو رو چسبوندم، خطوط راهنما همش افتاد روی هم. حالا این تیکه آخر میشه در حقیقت خط وسط جلو لباس این قسمت میشه. حالا چون این قسمت هلاله من باید این هلال رو بتونم الان تو این قسمت طراحی کنم که موقع برش به مشکل بر نخورید. ببینید من میام این خطوط این فضاهایی که ما بین الگوها ایجاد شده رو به این صورت تا میکنم و این دو تا تیکه الگو رو مثل روز اولش انگار به هم دارم میچسبونم به این صورت. ببینید به این صورت دوباره این تیکه رو من تا میکنم و این قسمت رو به اینجا میچسبونم. حالا یا میتونید اینوری تا کنید یا میتونید به اون سمت تا کنید. ببینید من تا کردم و به این صورت در اومد به این شکل. وقتی هم باز میکنم همون فضاها هست. حالا من اینا رو تا کردم برای اینکه فقط یقه رو طراحی بکنم. ببینید یقه رو به همین شکل هلالی که هست من از اینجا شروع میکنم قیچی کردن. اینجا به این صورت و قسمت پایین رو هم به صورت صاف با خطوط راهنما من قیچی میکنم و این قسمت هم که خط مرکزی جلو هست من این کاغذ اضافه رو میچینم. حالا ببینید وقتی باز میکنم میبینید اینجا یه خطوط نامنظمی دیده میشه. اگه اینا رو من صاف طراحی میکردم موقع برش رو پارچه کم میومد این فضا. این باید باشه موقع برش رو پارچه. برای قسمت پشت هم همین کار رو من انجام میدم. و حالا میریم سراغ برش پارچه. خب عزیزای دلم الگو سازی ببینید انجام شده. قسمت تیکه های بالای الگو هست، این هم قسمت جلو و این هم آستین. شماره گذاری ها عوضمان ها ببینید دقیقا همون چیزی که بهتون گفتم تو مدل سازی. حالا من اینا رو قسمت پشت رو فعلا فیکس کردم رو پارچه، میخوام برشش رو بزنم. ببینید طبق همون چیزی که بهتون گفتم این خطوط رو میبینید حالت 7-8 افتاده. من برش رو به این صورت انجام میدم. به این صورت من برش رو دور تا دور الگو با 1 سانت جای دوخت من برش میزنم. خب بچه‌ها برش کار انجام شد. ببینید این قسمت جلوی کاره، این قسمت پشت کار، آستین و تیکه های برش های بالا، قسمت بالا و اینا نواریه که قراره چین بخوره. من اول میام لبه آستین رو هر چقدر که جای دوخت گذاشتم به این صورت تا میکنم داخل و یه دوخت میرم و اتوکاریش انجام میدم. تو قسمت بالاتنم من میام اون قسمت های چینی رو که فضا داده بودن به این صورت من جمع میکنم، اینا رو با سوزن فیکس میکنم و یه دوخت از لبه میدم که این چین ها فیکس بشه برای مرحله اولیه کار. اگه یادتونم باشه من گفته بودم تو قسمت جلو قسمت پیراهن کار یه 6 سانت میام پایین برای بیلیتی، از وسط کار من این خط رو میکشم و 6 سانت رو مشخص میکنم.